میکنیم جنگ سنگین‌تری بین ایران و اسرائیل اتفاق میفته. پیروز این میدون کیه؟ تا آخر ویدیو با من باش. سلام رفقا. بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هر دو کشور شروع به وارد کردن تجهیزات نظامی کردن، جوری که یه مدت ثابت شده بود که دوباره جنگ شدیدتری داریم. ایران از کشورهای چین، روسیه، پاکستان، عربستان تجهیزات گرفته بود و اسرائیل از آمریکا، انگلستان، هند، آلمان و فرانسه و کره جنوبی تجهیزات مورد نظرش رو دریافت کرده بود و هر دو قدرت نظامی خودشون رو تثبیت دادن. حالا اگه بخوام از لحاظ قدرت هوایی این دو کشور صحبت کنم، ایران 520 جنگنده فروند که آخرین مدلش F-15 و اسرائیل 596 جنگنده که آخرین مدلش F-35 موجود دارن. یعنی از لحاظ هوایی اسرائیل قدرت بیشتری نسبت به ایران داره. ولی به اینجا ختم نمیشه، چون هواپیماهای ترابری که ایران داره همون هواپیماهای تجهیزات نظامی رو این ور اون ور میکنن. ایران 85 تا هواپیمای ترابری و اسرائیل کلا 15 تا، ولی از بالگردهای نظامی اسرائیل که 180 تا و ایران 99 تا باید ترسید. یعنی از لحاظ هوایی ایران ضعیف‌تر از اسرائیل، ولی از لحاظ زمینی ایران 45 میلیون جمعیت نظامی داره، ولی اسرائیل فقط 3.5 میلیون، که به قول یکی از بچه‌ها اگه بچه‌های خانی‌آباد یه اتوبوس بشن یه ساعت اسرائیل رو گرفتن. اینقدر که تعداد نظامیان اسرائیل کمه. ولی یه چیزی رو اصلا دست کم نگیرید، قدرت موشکی ایران جزو 3 کشور برتره.